سلام. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و امیدوارم که از قسمت 1 و 2 لذت برده باشین و تونسته باشین یک کمی با این کتاب ارتباط برقرار کنین. و من امشب اومدم که قسمت 3 رو براتون روایت کنم و از اونجایی هم که یادتون باشه قسمت 3 بر این مبنا بودش که مایک تونست اولین فرشته رو ببینه و آخرش هم اینطور به پایان رسید که وقتی فرشته از پیشش رفت حالش به هم خورد و شروع کرد بالا آوردن. پس بریم سراغ قسمت 3. آماده سازی. شروع سفر. پرستار به مایکل در حال استفراغ گفت سرت را ببر سمت چپ، به سمت چپ ظرف تخلیه. آن شب هم مانند هر جمعه دیگری اتاق اورژانس پر بود. این بار ماه کامل باعث چیزها شده بود. اگرچه بیمارستانها دانشی در مورد ستاره شناسی یا متافیزیک نداشتند، اما در مواردی که ماه در این حالت قرار داشت، کارکنان اضافی را در بخش اورژانس قرار می‌دادند. پرستاری که مایک را تا اتاق اورژانس همراهی کرده بود پرسید: به هوش هستی؟ بله. سرش در چند جا ضربات بدی خورده بود و صورتش هم آسیب شدیدی دیده و شکسته بود. رادیولوژی محل شکستگی ها را نشان داد. پرستار پس از انجام کارهایش رفت و مایک و همسایه‌اش تنها ماندند. مایک چشمهایش را باز کرد و در همان لحظه درد تندی در چانه‌اش حس کرد. ظاهراً به دنیای عادی برگشته و دیگر خواب فرشته ها را نمی‌دید. همسایه‌اش گفت: تو مدتی بیهوش بودی دوست من. چانه‌ات را جا انداختند و چند بخیه هم بر صورت داری. پس بهتر از حرف نزنی. وقتی مایک بیدار شد متوجه شد در مکان دیگری است. در مکانی آرام و ساکت در تختی دراز کشیده است. دید که در بیمارستان است، اما در اتاقی خصوصی. فکر کرد که چه بیمارستان قشنگی است. بیشتر نور اون اتاق از پنجره مشرف بر یک دریاچه زیبا می آمد. دیوارها و وسایل و ظاهر هتل خیلی تجملاتی بودند. کسی آن اطراف نبود. مایکل شروع به تجزیه و تحلیل کرد. آیا گلویش را عمل کرده بودند؟ می توانست حرف بزند؟ دستش را به آرامی بر گلویش گذاشت تا مطمئن شود همه چیز سر جایش است. او خواست حرفی بزند که دردی ناگهانی را در پشت دهان و گوشهایش حس کرد. صدای ملایم و زنانه از میان در گفت: میبینم که بیدار شده ای. میتوانم داروی لازم را برای درمان دردت بدهم. آقای توماس. اما اگر داروی مسکن نخوری زودتر خوب میشوی. پس کمی با دهانت تمرین کن تا زودتر خوب شوی. پرستار به تخت او نزدیک شد. مایک از میان دندانهای قفل شده اش گفت: من کجا هستم؟ شما در یک بیمارستان خصوصی در بیورلی هیلز هستید آقای توماس. شما را پس از آن اتفاق اینجا آوردند و شب اینجا بودید و به زودی مرخص خواهید شد. مایک با تعجب چشمهایش را باز کرد. شنیده بود هزینه بودن در چنین بیمارستانی شبی 2 تا 3 هزار دلار است. قلبش تندتر میزد. پرستار متوجه شد. نگران نباشید آقای توماس. همه چیز تغییر کرده است. پدر شما تمام هزینه ها را پرداختند. مایکل باز تعجب کرد. آنچه او شرح میداد همسایه‌اش نبود. اما آنها مشخصات پدرش هم نبودند. پرستار رفت و با تکه کاغذ برگشت. پدر شما این را برای شما نوشته است. آیا وقتی کوچک بودید شما را پپ صدا میزد؟ بعد شروع به خواندن کرد. مایکل، پپ عزیزم. همه چیز آنجور که به نظر می رسد نیست. جستجوی تو از حالا شروع می شود. بلند شو و خودت را خیلی زود آماده سفر کن. من راه برگشت به خانه را آماده کرده ام. این هدیه را بپذیر و حرکت کن. این هدیه مسیر را به تو نشان خواهد داد. مایک حس کرد نسیم خنک از پشت او گذشته است. او با حس خوبی به پرستار نگاه کرد و در حالی که آن نامه را به سینه‌اش فشار میداد، چشمهایش را بست.
پرستار متوجه شد او میخواهد تنها بماند و رفت. مایک احتمالات مختلف را در نظر گرفت. نامه نوشته شده بود. همه چیز آنگونه که به نظر میرسد نیستند. این توضیحی کافی نبود. او میدانست دیشب در آن درگیری سخت خیلی از نقاط بدنش به سختی آسیب دیدند و تقریباً در حال مرگ بوده. اما حالا فقط آسیبی در چانه‌اش بود که آن هم درمان شده بود و چند بخیه کوچک بر صورت و آیا هدیه همین بود؟ مایکل تا زمان خواندن آن نامه چندان آن رویای فرشته را باور نکرده بود. آیا آن مرد همان فرشته بود؟ او کسی را نمی‌شناخت که آنقدر پولدار باشد که خرج بیمارستان او را بدهد. چه کسی به غیر از آن فرشته در مورد سفر می‌دانست؟ پرستار پرسیده بود که آیا پدرش او را پپ صدا می‌زده؟ در نامه هم همان را نوشته بود. بعد متوجه شد. آها، پپ یعنی مخفف هدف خالص. پس میشد مایکل توماس با هدف خالص. با دانستن این خندید. چند روز بعد از بیمارستان مرخص شد. چند داروی مسکن به او دادند اما نیازی به آنها پیدا نکرد. چانه‌اش به سرعت خوب شد. بعد از 2 روز می توانست غذای معمولی بخورد. آنچه برایش اتفاق افتاده بود شگفت آور بود. او نمیخواست مسکن بخورد تا شادی و خوشی که در تفکر به آن سفر معنوی به او دست میداد را از بین ببرد. خیلی زود بریدگی‌ها و بخیه‌ها نیز خوب شدند. از شغلش استعفا داد. این کاری بود که در ذهنش بارها تمرین کرده بود و انجام داده بود چون شغلش را دوست نداشت. بعد با دوستش جان تماس گرفت و گفت که می‌خواهد به تعطیلاتی طولانی برود و شاید برنگردد. جان هم برای او آرزوی موفقیت کرد اما گفت که بهتر است هواپیمایت را از حالا رزرو کنی. خب به من بگو برنامه‌هایت چیست؟ به کسی نمیگویم. مایک میدانست که اگر ماجرای فرشته را بگوید جان باور نخواهد کرد. باید به یک سفر خیلی شخصی بروم. این خیلی برای من مهم است و چیز دیگری نگفت. مایک وسایلش را جمع کرد و با خانه‌اش خداحافظی کرد. به دقت مهمترین چیزهایش را جمع کرد. چیز زیادی نداشت. تمام آنها در 2 چمدان جا گرفتند. عکسهایش و چندین کتاب. او می‌دانست که نمی‌تواند لباسهای زیادی بردارد. پس فقط خود را برای یک سفر کوتاه آماده کرد. فقط کتاب‌ها و عکسهایش را برداشت. مایک همسایه خود را دعوت کرد و تلویزیون، دوچرخه و خیلی چیزهای دیگری که در این چند سال جمع کرده بود را به او داد. البته ماهی را هم به همسایه داد. بعد با او خداحافظی کرد. اما جک همسایه فرصت جواب دادن به مایک را نداشت چون مشغول دوست جدیدش بود که در آکواریوم زندگی می‌کرد. چند روز بعد از ترک بیمارستان مایک می‌دانست که در انتهای دوره آماده سازی است اما نمی‌دانست که دقیقاً چه کند و کجا برود. اکنون شب شده بود و همه جا آرام بود. مطمئن بود که فرشته می‌داند او آماده است و فردا شروع چیز جدیدی خواهد بود. مایک متقاعد شده بود که اگر قرار است کاری انجام دهد خواهد دانست. در تمام هفته گذشته بر روی تنظیم ایمان خود کار کرده بود. تصمیم گرفت یک بار دیگر آن چیزی را که با خود برداشته بود را بررسی کند. اولین گروه عکس‌هایش بودند. عکس‌ها را بر حسب زمان مرتب کرده بود. او آلبوم را باز کرد و با دیدن عکس‌های عروسی والدینش دوباره اندوهگین شد. از عکس‌های دیگری به سرعت گذشت و دوست نداشت به آنها نگاه کند تا دوباره اندوهگین نشود. در عکس‌های عروسی والدینش به طرف دوربین لبخند زده و از اینکه زندگی خود را با هم شروع کرده بودند خوشحال بودند. لباس‌های عروسی برای مایک جالب بودند. آن تنها دفعه‌ای بود که پدرش کراوات زده بود. بعداً او لباس عروسی مادرش را در زیر شیروانی پیدا کرده بود و آن را داده بود به شخص دیگری چون یادآوری خوشایندی برایش نبود. وقتی کارش با عکس‌ها تمام شد، حس امیدی نسبت به آینده در او بیدار شد. مدتی طولانی به عکس‌ها نگاه کرد و گفت: پدر، مادر، من تنها پسر شما هستم. شما را ناامید نخواهم کرد. عاشق هر دوی شما هستم.
و میخواهم به زودی شما را ببینم. مایک مدت‌های با ارزشی را صرف دیدن عکس‌ها کرده بود. عکس‌های خودش و مزرعه و غیره هم بودند. عاشق عکسی بود که در 6 سالگی بر تراکتور گرفته بود. آن آلبوم‌های گنج بودند. مایک احساس می‌کرد چون آن آلبوم را برداشته و بدین وسیله به خود و والدینش احترام گذاشته، خدا خوشنود است. گروه بعدی کتاب‌هایش بودند. خیلی به آنها احترام می‌گذاشت. از بس انجیل خود را خوانده بود پاره شده بود. کتاب‌های بچگیش هم بودند که هر بار که می‌خواند یاد حال و وضعش در آن دوران و چیزهایی که یاد گرفته بود می‌افتاد. آخری کتابی بود که در سن بالاتر خوانده بود. عکس‌ها و کتاب‌ها را با دقت در تو چمدان گذاشته بود تا به راحتی قابل حمل باشند. در چمدان‌ها یک مقدار لباس و چند ساندویچ هم گذاشته بود. او احساس می‌کرد آماده است. پس بر روی کف خانه‌اش که حالا خالی بود نشسته بود. یک بالش داشت که برای خواب کافی بود. آماده روبرو شدن با هر روز جدیدی بود. هیجان شروع آن سفر معنوی اجازه نداد که او شب را خوب بخوابد، چون در ذهنش تصویر موفقیت در زندگی که تاکنون نداشته را می ساخت. خانه اول. روز بعد کمی ابری بود، اما مایک آماده بود و شروع کرد. در کافه محل خود صبحانه مختصری خورد. این که در آن ساعت در خیابان باشد برایش عجیب بود، چون همیشه در آن ساعت در دفترش و در حال کار کردن بود و وقتی خورشید غروب می‌کرد به خیابان می‌آمد. وقتی از کافه بیرون رفت، با چمدان‌هایش در دست فکر کرد که دقیقاً باید از کدام راه برود. می‌دانست نمی‌تواند از غرب برود، چون خیلی زود به اقیانوس می‌رسید. پس تصمیم گرفت تا وقتی که راهی متفاوت جلویش آشکار شود به شرق برود. از قرار معلوم، مایک خیلی خوب می‌توانست بر اساس ایمان خود شروع به سفر کند. اما هنوز می‌خواست که مقصد مشخصی به او نشان داده شود. فکر کرد اگر فقط نشانه‌هایی برای مسیری که باید بروم داده می‌شدند، شاید یک نقشه یا یک چیزی که وضعیت فعلی من را نشان دهد خوب بود. اینها در حالی بودند که به آرامی به سمت شرق به حومه لس آنجلس می‌رفت. آنجا محله‌هایی بودند که به نظر بی انتها می رسیدند. باز هم فکر کرد که آیا در مسیر درست است یا نه. خب فکر کرد که نمی‌داند کجا می رود، اما همچنان به سمت شرق می رفت. موقع نهار نشست و مقداری از باقی مانده صبحانه را خورد. باز هم نمی‌دانست که آیا راه درست را دارد می رود یا نه. سرش را به آسمان بلند کرد. اگر اینجایی من به تو نیاز دارم. آن در ورودی کجاست؟ تو نیاز به یک نقشه اکنون، نقشه حال داری. مایک صدای آشنا را شنید. بلند شد و به اطراف نگاه کرد، اما چیزی ندید. صدای همون فرشته بود. مایک از اینکه بالاخره ارتباطی برقرار شده بود آرام شد. آیا این را شنیدم یا اینکه فقط احساس من بود؟ پس چرا زودتر نگفتی؟ تو همین الان پرسیدی. اما الان ساعت هاست که دارم راه می روم. خب خودت انتخاب کردی که راه بروی. چرا انقدر صبر کردی و بعد درخواست خود را با کلمات گفتی؟ مشخص بود که صدا حالت شوخیوار دارد و میخواهد انتقاد را به خود مایکل برگرداند. یعنی فقط درخواست کمک کنم کمک میگیرم؟ البته تو یک روح آزاد، صادق و قدرتمند هستی و می توانی اگر خودت بخواهی راه خودت را بسازی. تا به حال در تمام زندگیت هم داشتی همین کار را می کردی. ما همیشه اینجا بوده ایم. اما فقط وقتی تو بخواهی عمل می کنیم. این موضوع خیلی عجیبی است. مایک از این منطق آزرده خاطر شده بود. خب حالا به من بگو کجا باید بروم؟ تمام صبح را داشتم حدس می زدم. تو درست حدس زدی. تو در مسیر هستی. مسیر جلوی توست. یعنی دارم مسیر درستی را می روم؟ تعجب نکن که داری مسیر درست را می روی.
تو بخشی از همه چیز هستی. مایکل توماس با هدف خالص. اگر تمرین کنی، شهود تو بسیار قوی خواهد شد. امروز من اینجا هستم که به تو کمی کمک کنم. به جلو نگاه کن. در راه خواهی دید. من که چیزی نمی بینم. دوباره نگاه کن مایکل توماس. مایک به بوته‌های بلند نگاه کرد و با آهستگی متوجه شد که چهارچوب یک در نمایان می شود. به نظر می رسید که بخشی از ساختار کلی آن گیاه باشد. مایک فکر کرد که ندیدن در تقریباً غیر ممکن بود چون خیلی آشکار بود. مایک با آگاهی از این که ادراک او در حال تغییر است پرسید چه اتفاقی دارد می افتد؟ وقتی چیزها برایت آشکار شدند تو دیگر نمی توانی به حالت نادانی برگردی. حالا به طور آشکار تمام درها را می بینی. چون خواست، تمایل، قصد خود را برای دیدن آنها نشان دادی. اگرچه مایکل آن چیزهایی که فرشته می گفت را دقیقاً متوجه نمی شد. اما کاملاً آماده رفتن به سفر بود. آن حصار دیگر در نظر نمی رسید بلکه کاملاً یک در شده بود. در جلوی چشم او تغییر کرده بود. عجب معجزه‌ای. این قسمت خیلی مهمه. البته تمام سوالاتی که مایکل از فرشته میپرسه واقعا فکر میکنم جواب تک تک ما هست نسبت به چیزهایی که میخوایم بدونیم و واقعا خیلی وقت گنگ رفتار میکنیم. چون این یه تیکر رو دورش خودم خط کشیده بودم و خیلی دوستش دارم گفتم که بهتون بگم. خلاصه مایک گفت عجب معجزه‌ای. فرشته گفت در واقع هیچ معجزه‌ای نیست. اتفاقی که افتاده این است که هدف خواست معنوی تو کمی تغییر کرده است و چیزهایی که در ارتعاش با سطح واقعی تو هستند حالا برایت قابل دیدن می شوند. این یک معجزه نیست. روش کارش این گونه است. یعنی میگویی که آگاهی، همان هوشیاری، می تواند واقعیت را تغییر دهد؟ حقیقت ذات و جوهره خداست و همیشه ثابت است. اما آگاهی انسانی تو فقط آن واقعیت هایی را نشان می دهد که تو دوست داری تجربه کنی. وقتی تغییر کنی، قسمت های بیشتری از حقیقت آشکار می شوند و البته تو نمی توانی به عقب برگردی. مایک در حال درک کردن موضوع بود، اما قبل از رفتن از میان آن دری که آشکار شده بود باید یک سوال دیگر هم میپرسید. تو گفتی که من با وجودی با حق انتخاب آزاد، یعنی با اختیار کامل هستم. پس چرا اگر انتخاب کنم که به عقب برگردم نمیتوانم به عقب برگردم؟ اگر بخواهم واقعیت جدید را فراموش کرده و به عقب برگردم چرا نمیتوانم؟ آیا آن اختیار کامل اینجا کاربرد ندارد؟ فرشته گفت فیزیک معنویت این اصل را ایجاد کرده که تو نمیتوانی از آگاهی بالاتر به پایینتر برگردی. البته اگر تو واقعا چنین انتخابی بکنی، آن وقت نوری که به تو داده شده را انکار کرده ای و خودت را نامتوازن خواهی کرد. البته که برمیگردی چون انتخاب خودت هست. اما این که انسان سعی در نادیده گرفتن چیزی که میداند حقیقت است داشته باشد تأسف آور است و این که داشتن یک ارتعاش بلند برای مدتی طولانی ممکن نیست. مایک اینها را درک نکرد اما جواب سوالش را گرفته بود. هر زمان که بخواهد میتواند به شهر برگردد. انتخاب با خودش بود اما دانسته بود که اگر برگردد نامتوازن شده و مریض خواهد شد. البته او میخواست به جلو برود. پس چمدانهایش را برداشت و به سمت در قدم برداشت. مایک که هیجان زده بود سریع از در گذشت. یک موجود شوم نیز
با او به درون رفت و بعد بلافاصله محو شد و وقتی مایک به راه افتاد به طور پنهانی دنبالش میرفت. مایکل میرفت و پس از مدتی شهر لس آنجلس و حومه‌اش محو شدند و دیگر دیده نمی شدند. گویی هیچ نشانه ای از تمدن دیده نمی شد. او بدون هیچ فکری از مسیر می رفت. مثل بچه‌ای که بدون فکر و با لذت در حال باز کردن هدایای تولدش است. بعد متوجه شد که قدم به قدم در حال عمیق‌تر شدن در دنیای دیگری است. این سفر او را به واقعیتی می برد که خیلی متفاوت از واقعیتی بود که قبلا داشت. ناگهان متوجه چیزی شد و به اطراف نگاه کرد. چه بود؟ یک تصویر سبز تیره را دید که به سرعت پشت تخت سنگ پنهان شد. فکر کرد حتما از حیوانات این سرزمین است. مسیری که پیش رو داشت مانند همان مسیری بود که پشت سر گذاشته بود. تپه پشت تپه. مسیر خیلی زیبا بود. درختان و سبزه ها و شکوفه های زیبا. برای استراحت متوقف شد. ساعتی نداشت اما موقعیت خورشید نشان میداد که وقت ناهار است. باقی مانده صبحانه را خورد. به اطراف نگاه کرد و دید همه جا آرام است. نه پرنده‌ای، نه حشره‌ای. خیلی عجیب بود. متوجه شد که دیگر غذایی ندارد، اما میدانست که تنها نیست و خدا به طریقی از او حمایت خواهد کرد. داستان موسی در بیابان را به یاد آورد. موسی 40 سال با قبیله‌ای از بنی اسرائیل در بیابان بود و در این 40 سال غذای آنها از آسمان می آمد. با خود فکر کرد که تمام آنهایی که از موسی پیروی می کردند مانند نوجوانان کله شق بودند. می توانم آنها را ببینم که به والدین خود شکایت می کنند. هی، از وقتی بچه بودم این 6مین بار است که این صخره را می بینم. ما داریم دور خودمون می چرخیم؟ چرا؟ مایک آن داستان را در ذهن خود تصور کرد و خندید. فکر کرد الان خودش همان صخره را می بیند. مانند اسرائیلی ها در آن بیابان. نمیدانست کجا می رود و غذایی هم نداشت. از این شباهت خنده‌اش گرفت. شاید به خنده‌اش افتخار داده شد یا شاید هم زمانش رسیده بود. چون در سر پیچ بعدی اولین خانه را دید. خانه‌ای به رنگ آبی روشن. چه خانه زیبایی بود. مشخص بود که خانه اول است. چون هیچ ساختمان دیگری در آن اطراف نبود. به خانه که نزدیک شد، رنگ آبی درخشان نمایان‌تر می‌شد. نزدیک خانه بر روی تابلویی نوشته شده بود خانه نقشه‌ها. متوجه شد که این دقیقاً همون چیزی است که خواسته بود. حالا می توانست از قبل مقصد خود را مشخص کند و بقیه مسیر را در عدم قطعیت به سر نبرد. داشتن یک نقشه خیلی مفید بود. ناگهان در خانه باز شد و یک وجود زیبا به رنگ آبی نمایان شد. حتما یک فرشته بود، چون فراتر از واقعیت و بزرگتر از انسان بود. وجود او در هوا حس بزرگی و عطری خوش پراکنده می کرد. یک بار دیگر مایکل توانست ارتعاشاتی که از بدن او خارج می شود را دریافت کند. خوش آمدی مایکل توماس با هدف خالص. این فرشته برخلاف فرشته‌ای که در رویا دیده بود کاملا قابل دیدن بود و مایکل می توانست احساس راحتی و لذتی که از او ساطع می شد را حس کند. مایکل از داشتن چنین همراهی خوشحال و سپاسگزار بود. به فرشته سلام کرد. سلام آبی زیبا. بعد پشیمان شد. شاید فرشته دوست نداشت او را آبی صدا کنند. شاید این ذهن انسان است که رنگ آبی را به وجود می آورد و واقعا وجود ندارد. شاید حتی آن فرشته رنگ را هم دوست نداشته باشد. فرشته فکر او را حس کرد. من برای همه آبی هستم مایکل توماس با هدف خالص و نامی که گفتی را با لذت میپذیرم. لطفاً وارد خانه نقشه ها شو. خب تا اینجای داستانو با هم دیگه خوندیم، گوش دادیم، لذت بردیم.
و از اینجا من بعدش رو در قسمت 4 براتون میذارم. امیدوارم که راوی خوبی بوده باشم. مرسی که همراه هم بودین تا این لحظه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم انقدر به آگاهی و انقدر به خدا نزدیک بشین تا قشنگترین درها به روتون باز شه. در پناه نور و خدا باشین.